نمی عادت سابقت موندی قرار یعنی چی که عادت سابقت ماندی؟ کاراشی جان بخیر بیا خانه بیا حالا زنگت زدم چرا نامدی؟ خب چی یک روز پس چی یک روز پیش به خاطر که اینجا چرا؟ بیبی جان اینجا شکا سر صدا میگه تو خود کنی که من چند سال عصبانی میشی اینجا که آره مادر میگه باش نه دیگه وقت اشتک نیست حالا شکا رفت اشتکای میمان بود دیگه هیچ وقت نمیخوای نماشه کسی شما درد عاشقی دردی که تو درد میکشی تجربه میکنی سر خود سخت است یا مثلا خودت عاشق نشدی ندیدی که دوست داشتن چه قسم است نشوی مزدوری مردم نکن من خوش ندارم گپایت سنجیده بزن مزدوریش است من گپایم سنجیده است من گفتم علمی کار خوشم نمیاد نکن فرق شویش آمد دیگه کالا را خودم بشویم گفتم اون بچه این بانک من خودم میشویم گپ مرا نگرم بیا لالا کجا رفتی؟ به این باران چی میکنی؟ برو کار بشی باشه اینجا رو گفتم پاسپاسه کنم میخی چی شده؟ بابا جان نامده نه تو نامده والا همینجا کار خوب نکنم راستی که جگر خون ساختم های خودتو چی بگویم دیگه ها من از خاطر خودش میگم کاری را خود کالا رو نقدر کالا رو پیشکود کردن ایرا بایزنک جور کردن برای من منم خوب نشد ولدگیری شاندمش باید کار رو نمیکردم وارامی میشاندمش میگفتمش که این کار نکن خب یه هم اصارش یاد دارم چوره نیست اینه مادر جان یعنی کار از کردن بود که تو وقم کردی نامدی زنگ تلفن های ما جواب ندادی باز که تلفن جواب دادی نامدی مادر نه پیاد نکرد برای ما کلش برد آسیم گفتم باز بگو که چی کنم مادر یه تو ببینیم چی رو یاد گرفتم مرد بدوا کرد چرا؟ من چون مرد بدوا کرد از ما خفه است که از مرد مگریزان است که بدوا میکنم من دوارم قدر نکردم دختر من تازه عروس بدوا میکنم خدا نکرده که من چی شویوشی من چی شو تو کنیم خدا نکنه بچه خدا نکنه چرا بدوا نمیکنه ببید بچه بدوا کرد مادر بیبیم خوی خواستش بخی دلیل کرده میگه مادر کنم مدشینی میخواه بودم دیدم سیدان قوطی باشیم با مالوز است که مامالوز از چیزه او بوده اونه مسابقه دست شرطی مدشینی میخواه یک قد خیزم توی خوی بود بیبی جان
تو؟ آه پلیس و توی موی منم میفهمم دقت خیزن ما خیلی که کی از بیبی جان من خب قصد نکردم با فکر بکنم ما دست مقتل خیر از بچه خیر از بیبیت از کلان از هیچ گرد نسبت چی مردم نمیدم دختر چرا همطور نمی شیده کار برتی سیزکتیس بختکو که بیبی دلک سست را چی میکنی بیبی جان؟ آچی کردی؟ مادر از جان رستوران میخوایم فرمایش بده فردی میامین با خدا اینمی دختر کلانش را ناخواستگاری کرد او دیگه ایش خواستگاری میکرد هم خوبش بود هم تو قد بلند داشت هم مقبول بود خوب میگفت نه گپا رو نزن چی میگی تو؟ این دختره کلانش که هست هم دختر سنگین است هم عاجز است هم کارگر مولا حال تو خبر داری که او دیگه سنگین نیست اگه یاد باشه تو خواستگاری که آمدیم چطور چای انداخت بر ما چای که کار قرار دیگه قرار شیشته بوده دید خوب از کارگر است باز بر اجمل همیه نمیخونه همین دخترک میخونه دیگه بیخی هم لاغر است هم مردنی چی میکنه خونه یه یک ذره خوبش هم از مقبول هم است قد بلند هم داره مقبولی برادم نان میته او میته چی میته این دخترک سنگین است حاجز است باز همی هر چی کنیم مادرم خوش کده اینو مستعیستر در گپ مادرم مداخله نمیکنیم ما در گپ کلانه چی کار داری خود دیگه شب پناهش به خدا یکی پیداش تو رو میگیره اما دیگهش خوب بوده نه کلانش به نظر من خوب است به نظر من خوی دیگر ناق با خدا که یک سنگین دختر است که هم بیای کدیت هم خورخونده میشه هم ساعتان تیر میشه در یک خانه میباشه بسیار خوب میشه از دیدگاه من اینا خب من بازم تصمیم کلانا کار نگی شاید امیر اجمل خودش خوش کرده باشه نه خب کار نگرفتیم یعنی یک گفتم که تو نه یعنی که خوراک شد همیشه شاید نفر پیدا شده اونم بگیره حالا چی حال بردفتن ما امیر خوش کرده مادرم چون امیر میگیریم او دختر خیلی شد خاله داشتیم داشت پس خانه یکی در بیرون رفتن خب چند ساله است دختر جان یک نگفتی 16 ساله هستم خاله جان 16 هستی؟ آره نه خدای قد اندام که میبینیم از من قد معلوم میشی وطن است که در وطن شیر ماست نشیم چکه و سر قیماق چی سر شیر قیماق میگنه نه؟ آره تو چرا خودی نام خودم تو تختی پشت برشان نکشیدی مارسایکل اسکلتک لاغر اصلا مثال مارسایکل خود مارسایکل امیال ببین تو یک کمی مورد مت خورا باشیم یک قسمت کلان مال میشه اما 16 سال هستی خب میشه چی پی مامایت گفتن مامایت میایه ما چون شاید درا باشد یا شاید برسه ما چون میایه چند دفعه است ما میاییم دختر جان تو عالم اینجا بیخی هستی یا پس میری وطن چی میکنی؟ نه خاله جان ما اینجا هستم دیگه وطن نمیری دیگه نمیری همینجا هستی؟ نه دیگه خیمه رو همینجا مجبور بیاییم دیگه پشت خواستگاری بچه حالا آمدن طلبوری پشت تو که کدام بیرونه را بگیری کسی را که نشناسیم به قیمت را جان در خانهشان در بگیری اون خوب است یا یک از خودم است بیگانه خانه نیستن خوب و بعدشان هم نشناسیم که کی هستن چی نیستن دیگه تو بسیار مرا دیگر مخوض زمین رقم کود که دخ بیگانه خوب است میگه وی بیگانه را ندیدین بچه این بیگانه که یک رد برد به خدا که پشت خدا سعی کنه که تو کی هستی نیست مادر جان قسم بیگانه حداقل پرسان کده میتونی میری اون از یک دو تا کوچگیش از یک دو تا قوم پرسان میکنی قوم نه یک بیگانه اون بیگانه است دیگه کل چیز مشخصات خوبی و بدیش بر آدم میگه یعنی میاد این باور کرده که این قوم است اون از قوم دیگه بر پرسان کنی میگه نه آدمای خوب است تا که در خانهش نرفتی صدقی چه عمر مگه یا خش میشه ما در بین میسوزیم با اون خاطر چیز نمیگه ما خود دیدیم که میگم بچه ما خود دیدیم که میگم کمی مردم آرام میشی آرمیگی بیگانه را آدم میشناسه چی میشناسی بچه آرزیره و پوزینی یکی دیگر را از خود میشناسه بیگانه را آدم نمیشناسه که چی آدم است و چی رقم است این لوله چای آورم خب نپرتم بخورم چرا؟ چای هم خوردم بیشتر حالا ما گرفتیم برای یک ترموز چای دم کردیم اینجا خیلی وقت چای نه چی؟ طبعا نمیدونم حالا چرا عجله داری؟ عجله نیست خوشی مردم قرار شده خود دیگه حتما اینجا خوب قصه ایشان گرم است دیگه خوب است دیگه بیشی نکرد چون قصه کنه که خوب صحیح بشناسیشه مزید گرم گده شده قرار قصه کاش است خوب است به نظر من که امو دخترک هم چی شود دیگه راحت شد که مادرم بشناسیشه که ما از او قرفت آمد داشتیم راحت نشیده راحت شد خوب سید یعنی افصابون مادرم در روش کار نه نخواه او رقم نیست مادرم
حالا بیشه دیگه شوروای تا بریزم. یعنی کمک که هنوزه که عادت تا نزنی کمک که سرطان یک کمک فشار اومد بازم تو میشینی شوروای تا میریزنی. سمیر جان گوش کن. چی میگم؟ حالا من به خوبیت میگم. از تو باید زنک جور کرده اینجا. کالاشویی کو دیگه کو. تو باید بفهمی قدرت بفهمی. خانم کی هستی؟ من با او خاطر نمیگم. یک کمک اتوریته خود نگاه کنم اینجا. تو بازی جا چیز نیستی، یارس از یا نیستی یا خدمتگار از یا نیستی. تو چه تاجی سر کفته اومدی؟ همین کلمه خدمتکار پس که داره میفهمید تو مناش چی مناست؟ حال خونه اون خونه نمیتن در خوبیت تو کار گفتم میکنی اینجا من به خوبیت میگم گذشته رو بیار در روی باز بگو به خوبیت گفتم سمیرا حال ما به خاطر گفتم که تو یک کمک کنم مغزت کار کنه عقلت کار کنم چرا تو میکنی؟ تو کی هستی؟ تو یک به خدا بشناس نیتو برای معرفی که بشناس خدا نمشناس خدا تو بزای که به صفت خوشوی عبید آمدی خدا نمشناسی من به خاطر تو میگم تو یک کمک سنگینی تا حفظ کن سعی کنی من ایران مانیم به خانه نه بیشتر تو نمیگه و دختر دیگه چشمان را کشی چرت میرن آلی تو چرا چه خانه داماد میرسی چی کنی تو حالا مادر جان خیلی خانه داماد نمیگرفتم چی میکردم حالا مادر سلما جان سپردش به خدا او صورت این دخترم این آرسی شد من مجبور شدم مادر کی را خواستم تو خوش نیستی که ما خانه داماد باشیم؟ پیش بزرگ هر دیگه چی فرق میکنه داماد شما داماد از دختر شما دخترش چی فرق میکنه دیگه پرسان کردیم خیلی بیبی جانار تو چرا قسم گپا میزنی قلب ما میده میکنی چون باش که من خوال داشتم من خوشم نمیاد بیبی جان سعی کنی سلما مسافر شد رفت مادرک ما به کی تنها میماندم این داماده که کله شده می روغن دادو کنی میگن از الو بیبی جان خدا نکنه نگوشی نمیشه دخترم چه باش چی من نگفت چیزا زور مادر جان گپت درست از گپت وجه است من از مجبوری امور آوردم امو با جان قبچه خوب سونمو هیچ خوش نبود که من او چی هیچ مجبور نیست دخترم او مادر جان تو باش تو من قصه را برات کنم این جنجالایی تو گفتی من آجور بودم مادر جان ما متر روز بعد را تیر کردم میفهمین می زیورات دختر کرایش است 3-4 تا کرایش بود از آرزو جان 3-4 تا کرایش یعنی قطع و زیر گوشی شکایت آخر شب بگو اینه میره از شار آمد مرا گفت که مادر جان امیره بجای کن خیلی شاپیره جشتگی بی بیاجی جشتگی میمانای جشتگی من میره گفتم نه چی فروختم گرفتم بردم مادر ایده قصهش نباشو باید که دیگهش از اینکه خوبترشو باید میخوام چی دختر دیگهش رو باید میخوام صدارت بالمی آخرش من نگو چی گفت گفتلاش گم شده بخاطر که دیگه خود میگه نکنم همین سعی بگو یا دختر همین دختر کلان هم از سنگین هم از سالش هم میخونه قد اندامش هم میخونه کل چیزش صحیح است دیگه که هنوز دخترک از کوچه از فیزه تا او را کار یاد بیتی دیگر یاد بیتی یک کد وقت هم میرو باز حتما حوصله داره والا چطور نداره او مثل بیچاره لاغر هم هست داره و تو سی کم حوصله سیده خانه نداره حوصله من لالا نمیبینی با حوصله است که خانه میایه خوب است با تجربه هم از دختر کلان خانه هم از فقط بوشی کده که با تجربه باشه آرام باش خانه را میفهمم کلان خانه میفهمم این چیزا را من چه میگم من نمیفهمم مقصد دیگه چه اگه میگیرید خوب فالا نیک بگی فالا خوب بگی یعنی دختر خوب دختر است مان که بخیر تویشان شد ارسیشان شد به اصلا باش که الان سر فیلمستان و معلوم نیست که او را میتونه نمیتونه چرا نمیتونه نیدی مادرش گفت گفت دلتان جمع برتان شیرینی میتم ماموجه تبریک ندیدی که گفت که 1-4 تا قوم کلان ما مشوره بکنن رسم رواج است این مردم باید گپ بزنن که 1-4 تا کلان خود مشوره کنن اون دل مادرش که بود بلی را مادرش گفت دیگه مادر که بله بگه دخترش راضی باشه دیگه قوم خیش کلش باید خاطر این رسم رواج است که آدم اصولی شوه یک چیز یک کار دیگه اون گپ میزنن خلاص بسم الله الله اکبر معامله خدا میگیریم میوردیم خیر خلاص باز خیر اگه دل طاقت نکرد خوراکش هم میاریم که موز نکنه چی پس آن چرا خوارش نیست دختر خالیش است یا خوراکش است یا مقصد قومش میشه نمیفهم و دختر خالیش میشه بخیل نه چون نمیفهم خال دختر خنده نکن ما بیخی فکر میش کار نمیکنم یک کمک یکی دیگه چیره میتین آره خاله جون من نیستم و دیگه یکی خو امو آره من این خلوته زیاد دلم خوش بودم دیگه
خب خیلی برو امام خوب است. همین خود نه دختر بچه که عزیزت. میکنه. باز تو تنها نمیمانی؟ نه شکر خالی مست تنها چرا بمونی؟ خالی پیر است یه جا خاو که خوابش میمد تو تک تنها گفت تو وقت از جوان هستین میشینه قصه که گپ بزن خاله رقبان یک لقمه که خود فشارش بالا پایین گرفت قرار خوابش میبره تو تک تنها بود میمونی. مشکل نیست فقط باشه دبل سر نمیشه. نبالی سرت باشه. آره خدا من نگاه نبلده ما بلده مشتر. خب دختر جان دیگه حال خدا کنه که مامایت بیا اگر نبیایم من قبورم بیایم سرسیان دیرا سفید خواد شد یک کود پیاده روی هم داره خانه تو پیاده بدو که برای سرکای تن تو شکلت کش کنی جان میگن قربان میگن صدقه میگن گرد آدم میگردن باز خانهشون که رفتی باز نیو گردگشتر است نیو جون نیو قربانی نی کس هست که باز بگوید که تو چی کردی چی نکردی از خود خود گفتم میتونی یک گفت شاید بیایم سپای ما برداری میگم تو چی کردی تو از خودم که تو کارا کنی بیگانه رو مردم چی بگوید دختر قندم دمی در زمین نکو جان مولا رو خواست نصیب قسمت آدم نمرد یک قسمت باشه میرسی مگر می فامیل این مردم که از خود ما مرد این مردم بسیار مردم خوست مدرجن شما دیدین شما قصاده هستین گپای میزنین که آدم بخیرون میمونه که جواب دانشی بده اینمی بهترین آدم روی دنیا و مگه من اینمی خوش ندارم نمیگیرم مدرجن کس آدم دوست نداشته و چه قسم بگیرم چه قسم من دو خانه برم به زیر یک سقف چه قسم من رایزم آدم زندگی کنه وقتی که خوش نداشته باشه مرا خوش نداشته باشه حالا خوش که نداشته باشه میگه مادر خود که برو مادر جانم میری برای ما بگی خواهی خوش داشته باشه من خود ما از خود خب بچه من دختر شق میکنم مگم شق نکو بچه جان مادر خود با خدا پیشیمون میشی اون هم سایه که دیگر دیده بودی که دختر از خدا گرفت 4 روز تیر کرد 4 روز از روزش تیر نشد که مویاش در دستش آمد که نه مویای متکه کردن مده زدن کنده اگه از خود می بود اگه از خود می بود تو نمیکرد کسی بد باشه نه خود بیگانه نداره باور کنم بیگانه منم بدی خدا میکنه اگه قرار باشه کسی بدی کنه اگه از خود باشم هیچ فرق نمیکنه اگه انسان باشه باور که تمام آدم انسان است هیچ مشکل نداره انسان است بیگانه باشه از خود باشه شیطان دقات انسان ها شیطان که بدرای نفسی اگه آدم یکی در دیگر میکنه در دقبات که میخیزی در فکر که وی اینی کار چرا تو وی شیطان بچه مانم وی شیطان نگوید موش فکر خود آدم پیش ببرد خب من موش و فکر خودمان منطق خودمان قبول نمیگیرم اینمی آدم گرفتنی نیستم مدرشم او را که بدل خود بگیره او رقمی کارا نمیکنه نه آدم بد خود نیست خود چی میگن عصبی است نه نه باز مادرم کده هم کاردار خود کار داره کده هر کس کار نداره آره خیلی باش ببینیم چی میشه حالا نمیخوری چای؟ نه بابا تلفن‌هایشان هم چارج نداشت زنگ زدم کل لگیش خاموش از فردین هم خاموش از مادرم هم خاموش خیلی باش تو امروز دقیقی تصور داشتم دقیقا آوردم یک اول شمی داشتیم نه؟ بارندگی خب محترم نیست حتما من در گوارم شبارم بخیرم فردین آسنان فرس کنم باشه خب یازدی دیخی مادرم تنها میرفت خب؟ نمیخوری چای؟ نه بابا تو رو با کالوشویی من کجای طرف قطر زدن سنگینی میفسرم چی کردم خو یک کالا رشته حالا کالا رو بان برای با تو چی میکنی؟ حالا آرزو کی است؟ آرزو باز من خودم وارا گفتم بیار کالای خدا برای من آرد تو خودت هیچ وقت نمیگفتی تو خودت کم نمیزدی دو کس کم نمیه به نظر تو کم میه حالا خب به نظر من خود کم میه بیازم حالا آرزو کی است؟ آرزو سنویت است ارسطوست سرونادلو کار کو تو که قوخ بگی او را رفیده خانه بردی به سرش کار کن امیال تاج سر ساختیش خلاص حالا گپ با فایدیتم که بزنم های سمیرا منطق شما اینمی چیز است که سر سر کار نکردی که خوب رفتار کردی ولی او را میگه تاج سر ساختی و هم اولاد مسلمان است حالا ما با خوبی گپ بزنم ما با تو کدام چیز نیست کدام گپ با خوبی بود اگه من میگم بخی که بیا بریم خانه هم تو شک میکنی اگه جا ششتی باید که اینه تاج سرشون مورد بالا بشینی دیگه من گرفتم مادر گرفتم در پلاستیک در بین پشتی ماندم
دبای پیشتی ماندم. آره دختر را میگه بیارم این سیوالات دختر در گوش کلونج پرتیم. آره که میاد پیشتی ها میپالم گم شد. او مادر جان دنیا و جان سر قیامت چطور ترشد کنم ما رسی سرم دورا جان موتا خیره مادر جان صدقه سر تک خودتان گرفتی گرد نیست دباین درون ما که گرسم ما چی میکردم فرق تو نیزم یا فرق خود چی میکرد طلای ترا میاد مادر تا بیام خیره مادر جان صدقه سر ارزش بهترین چیزا رو داری تو گپ نمیزنم هیچ گپ هم نیست مادرک تامو تو به قدر بان مادرک تام نیت نکنی مادرک تا سیال واری خبر کن خوب شد مادر مادر ما بودی باید بدون زنگ و بدون چیزی یک ما پیش خود میامدی خانه دختر بسش خانه دختر تو خود باش پیش بیبی میشینم اینجا تو در نگی دستم نمیرسی دایی دستم میرسه اینجا نزدیک دستم بیبی جان تو میامدی باز ما دیگه نفهمیدی مرا شب خانه بردن یک وقتشون بالا میکرم که می تا داماد می تا دختر بالای سر مادر جان همین داماد هم اولاد بده و خدا داماد خوب چیز بده داماد ها نه تنها یک داماد و خدا روز بعد اونم داماد ها بده یک داماد دیگه اگه زیاد دلت برده هورا میاریم دیم خب خانه در نظر من اگر خودش میگرم خوب میشد اگر مریم هم میومد حتما من میفهم که مرا خوش میکرد شوخ میباشه نمیفهمی چیکار میگم کلان کس عاجز است آرام است معلوم است که خورترکا شوخ میباشه که ما نگرفتی در دادی ولی ما چیز نگفتیم زبان باز نکردیم تو خورترک هستی صحیح شد آرزو سلماز ما کلان نیست و هرچی باشه تو از خود تا زمین آسمان فرق نه بخیر این کلان خوب است اینا عاجز هم است آرام هم است که از این پرده ما میشه اینا من میفهم ما چون دیگه دلتان خودتان میفهمم البته من نمیشه با صبرز گپ بزنید بازوگین که توی نیک تو گپ زدید یا در بدر دیگه موتر رو نمیدیم زیاد چقدری چقدریش موتر ما بر میمونه خب موتر رو خون نمیده اینجوری خراب زید حال خالی خواب بردید که جاره خورش میره خوابش نبرده باشه ما چه میباش کنیم که کنم یا فتی بود سکت چی شده خورش خمیه کم جای خوابش نبرده باشه این خالا هم از ما بهتر خالی خواب برده شلیش هم مونده صدی چیزی جورم نخواهد چی جور خواهد شد اون میگه 4 نفره بشارون 4 نفره بشارون نه 4 نفره میشون نه 1 نفره نه خود شیرنی میمونه حال مامای شما چیم چیزی مامای دخترم که بیایم خیامو شیرنی مشکو مام کل مانده به خانی پیده رو مدی کدام زبان برتون بگیم اگه اینا زیاد بگیم به احترامی میشن مادرم هستی دیگه ما مادر فکر کردیم مادر جان اون دفعه بر ما گفتین من خیلی فکر کردم خانه‌دار هستن جایدار هستن زندگی دارن همه چیزشون خوب است بچه کدام مادرم بد نیست خانهشون میریم هیچی یکم سایه آدم هستن خاله جان عجیب خالم کوینه تو رو آفر برو که حالا خوبه چیم ما فکر میکردم مادر جان ما گفتنی نیستم خب بگو برشان دیگه بگو نمیگه دخترم خوش نبره بخی آدم ایران میمونه چی بگوی ولی گفتنی میبودم مستقیم خودم میگفتم که واسه ایسته مشکل نداره میگیر فکر میکنم ناز نمیکنم خب دل که نشد دیگه کالات اثبات خیلی خودت باشه خیر نمیتونه از خاطر تو نمیشه که تو خوش باشی مگم نه خدا جیگر خون پیش از ما مرد دور پکری صدای تشینید پیشتر حال صدای من شنیده باشه که من گفتم که نکو کار نکو من خودم گپ بد نزدم نکو دیگه کار نکو تو اینجا به خاطر مهمونی و آمدی تاج سر کلشان هستی یعنی می جستیم چند روز نانش میخوریم دیگه چه بکنیم آخر یک دست پیشی نکنه نکو دست پیشی نکو چرا اونم که باید اینم دوگاه با تو اینم ترکایی جیو کنن پیشروی تو کار کنن تو چی مجبوریت داری که برای چرا مزو کلا چی بالایی دارم از یک طرف وامل سال است و از یک خاک هستی خصوصی تو بر نوکری از جا نامدی یا سنای از جا نیستی داخل یک 10 سال تفاوت سینی می داشتیم باز رو خوشی میگفتی گپ تفاوت سینی شد پشتش نگه که تفاوت سینی رو دیگه پارت تو کشیدی خب صحیح است بخیر برای پلا چای بیار بخیر خوب سعی کن خیلی تو یا کمر که سمیرا جان خدا جگر خون نکن نمیکنم سعی خدا چی جور کردی گیریه کده ساده
خودت جگر خود میسازی، من نمیسازی. ما هر رقم که بگوی کدت میرم، هر رقم را که بگوی کدت میرم. منم خود اصلاح کن. نه دختر گمش کن. تو چه قاجز بودی چی بلاش بازیگر بگوش تو مادر جان. از شبخانه که آمدم حالا میبینه که شاپیره نانو نیست، یک بیبیاجی مانده خلاص. خب کی بود گپ تلار خب نمی هدف من اینمیست که میگم کی برد کی نبود که آمدم که شاپیره نیست. دخترش همینجا، بچهش همینجا، خود شاپیره نیست، بیبیاجی همینجا. خدا گردن رو بسته نکنه من میگم کمی چیز برده باشه شاپیره گیره. شادزار در خانه ما آمده بودن دیگه من چون کیبورد مادر. خدا اقلق تمام میگم زیاد کنه و دختر ساده پاته. مادر توریسی تلار کی در بالش میمانه. کجا میمانه مادر؟ سرخیچه هم این هر کس که بشینه و میتونه میکنه. آلو خواهی است. و گردی داره در روزگک داره حتما دیدی بالش چخ میشه و قانون چی است اون ریتوس زنجیره کام داره پشتی بیبی جان اگه اینا تو میامدی طلای ما گم نمیشه. پوره کش سایت یک گناه دیگه شدی. اینا اونا سر تو توانده یک برای طلا بخر. ساده مردم در بکس میمانه یا بای مادر جان بچه بخواه مادر بیبیم جرمانه میته به خاطر که طلای ما گم شده. اگه بیبیم میامد تسلیم بیبیم میکردی. خاطر از که مرا خبر کیجم یه گفت مادر زنگ نزدی ما رو بلاک نکرده، بلاک کردن هم یاد گرفته. خالم تلفن برش نمیده تا گناه ما تو چی؟ یک قبول چه باش کو کدی چی کردی؟ بیبی طلا برام خرال تو به خاطر که تو نامدی طلای ما گم شده که نمیتونم چوب بدم. و خدا دم می شرمانه دیگه کسی جای نمیبرمش گمش دیگه نبر. کالا بود میگه مش نمونه خروار رو نمره ببینم میگه بیادر کالونشون مادرشون کل شده بودی بیس ببنده. نه باز خاطر مشناسه نمونه خروار چی؟ باز است. فردین با خدای جینمی دختر اخلاق سرمون خوش نخورده. امی رفتارش سایکو اخلاقش سایکو یک رقم دختر جرتی فرتی که تو و خدایا. داو عاجزیش تو جرتی پرتی میگره داری کدام کس دیگر اک بریم خواستگاری؟ حال تسلیم قسمت باید باشی، تغییرم داده نمیتونی. خسرم خوب آدم است، دوست داره قدرت میفهمه. و خوشی دیگه ما کبوتر هم زیاد دوست داشته که نمت قدر عزت میداده. از او که تو را زیاد دوست داره. توی کنید بری بخوای با پشت بخت روز تا کی در خونه بشینی گاید تو میگن دختر فلانی نه در خونمون ببین تو همسایه چی میگه کی نه دل میره گفته تو خورد نمی ما دیگه نمیمانم تو را این اگه خورد دوست داری میای یک گوزک بخی بیا موجه آلمو اولاد پدر مسخور مس همه مرا چی گفته من اون چی گفتی که من کی نبگیرم